با احتمال زیاد روز جنگی واقعا سرد به همین شکل صورت خواهد گرفت. روی در حرارت 50 درجه زیر صفر می تواند به قدر قابل ملاحظه دهشتبار باشد. روسیه سعی دارد پایگاه‌های کهنه دوران شوروی را در منطقه آرکتیکا احیا کند و توان حربی آن را توسعه دهد. اخیراً روسیه رسانه‌های غربی را با تماشای تمرین نظامی در پایگاه آلاکورت ولایت مورمانسک که در حلقه آرکتیکی جایگیر است دعوت کرد. Цели и задачи, с которыми создавалась бригада, это обеспечение. هدف از تأسیس این واحد نظامی حمایت از منفعت‌ها و تأمین امنیت روسیه در منطقه آرکتیکا میباشد. تمام تمرین‌های ما به این منطقه с этим регионом. За 2 практически с половиной года было проведено 4 учения. متخصصان ساحه انرژتیکا میگویند ایالات متحده آمریکا، روسیه، کانادا، نروژ، دانیا، ایسلندیا و چین میخواهند در استخراج و کارکرد ذخیره‌های سرشار نفت و گاز منطقه آرکتیکا سهم بگیرند. بعضی‌ها تخمین میکنند که رشد امکانات نظامی روسیه در آرکتیکا دیباچه دعوا برای اشغال مناطق بیشتر است. وزیر مدافع ایالات متحده جورج متیس آرکتیکا را منطقه استراتژی نامید و گفت که روسیه با اقدام‌های هنگامه طلبانه حضور خود را در آنجا گسترش می‌دهد. تمرین افراد به شرایط منطقه وابسته است. تمرین عادی، تمرین جسمانی و حرکت در عملیات در شرایط آرکتیکا. سربازان جنگ و مینه‌گذاری در شرایط یخبستگی شدید را تمرین می‌کنند و امکان دارد که یخ‌های ابدی را به منطقه بحث‌های داغ تبدیل دهند. کارشناسان نظامی این عمل را مکان ترکیش احتمالی یخ‌های چندین عصره آرکتیکا عنوان می‌کنند.